امروز یه مقدار بیشتر درباره جریانات ادبی پهلوی اول و دوم، مخصوصا پهلوی دوم صحبت کنیم. اینکه حالا من الان یه لحظه به نظرم رسید که مثلا امروز سالگرد کودتای 28 مرداد، تأثیرات عمیق این کودتا بر ادبیات، بر روشنفکران ما، بر موسیقی ما حتی، اینا رو میشه امروز درباره‌اش صحبت کرد. و نقش حکومت‌ها، حالا مطلق حکومت، در جریانات ادبی. فکر کنم در این زمینه‌ها بشه امروز صحبت کرد. ما زیادم با آقای یاری هماهنگ نکردیم، یعنی فقط گفتیم امروز بیشتر صحبت کنیم و دوستانم بیشتر مشارکت کنن. تقریبا هیچی هماهنگ نکردیم. آره صادقانه. فقط گفتیم که مثلا امروز همون ساعت موضوع هست، همون موضوع قبلی هست، گفتن آره همون گفتیم ساعت 7 تشریف بیارید، یعنی واقعا در همین حد. دوست داریم بیشتر شما هم شرکت کنید و این بحث رو جهت بهش بدید، ببینیم به کجا میرسیم. آقای یاری بفرمایید. خب منم سلام عرض میکنم خدمت همتون، مخصوصا دوستای خوبم که توی جلسه هستن. آقای سبزی هم گفتن بی برقیه، ولی خب جلسه فکر کنم الان خوبه، یه فضای شاعرانه خوبی داره و پیش میریم. جلسه قبل که در واقع 2 هفته قبل بود یه صحبتی کردیم راجع به پلات داستان یا طرح داستان توی ویژگی‌های داستان‌های کلاسیک. گفتیم که یه چیزی هست به اسم پلات یا طرح داستانی یا پیرنگ داستانی و من یه اشاره خیلی کوتاهی کردم. بعد از اونجایی که احساس کردم که این اشاره میتونه یه مقداری عقیم باشه و بهتره که اشاره مبسوط‌تر بشه، بهتر بشه، یه دسته‌بندی رو خدمتتون دارم. اصلا از اینجا شروع میکنیم که طرح داستانی‌های مختلف بر مبنای چه الگوها یا کهن الگوهایی پیش میرن و اینکه سوشون مثلا اون شخصیت داستان اگر اشتباه نکنم یوسف و زری، اینها روی چه الگوهایی هستن و این الگوها چقدر درست پیش رفته یا نرفته. آیا تفکرات جلال آل احمد و اگر نخواهیم بگیم کمونیست بودن، یه ذره توی این لفظ دست به عصا باشیم بگیم مثلا چپ بودن یا سوسیالیست بودن، یه مقداری آیا این تاثیر داشته در نوشتن این کتاب یا نه؟ آیا تحصیلات سیمین در آمریکا برای این که شخصیت اصلی داستانش یه جورایی خرده برجوا باشه، یه جورایی یک پولداری باشه که طرفدار فقرا هست، تاثیر داشته یا نه؟ و اینکه در کل این داستان از دل چه مسائل سمبولیکی هم میتونسته خارج بشه. یکی از پترنا یا یکی از اون طرح‌های کلی که توی پلات داستانی وجود داره ماجرای سفر قهرمانه. اینکه یک قهرمانی یا یک شخصیتی از یک جایی بلند میشه، در طی داستان اتفاقاتی براش میفته و برمیگرده، ولی دیگه این آدم اون آدم قبلی نیستش. خیلی از اینا رو شما دیدید. مثلا یه مثال خیلی سادهش، حالا بچهای جوانتر و نسل به قول ما زد یا نسل آلفا توی جلسه هستن، مثلا داستانهای هری پاتر، این یه جور مثل سفر قهرمان میمونه. هری پاتر اول داستان با هری پاتر آخر داستان زمین تا آسمون متفاوته. این آدم کلاً تغییر کرده، اون رویکرد کودکانه ساده انگارانه احمقانه‌اش یواش یواش داره تبدیل میشه به یک رویکرد پخته. یا یک مدل دیگه، یک پلات دیگه، پلات داستان تولده، نه به معنای تولد از مادر زاده شدن، به معنای قهرمانی که در فقر و فلاکت و بدبختی و نکبت داره زندگی میکنه و با غلبه بر مشکلات یواش یواش پول به دست میاره، قدرت به دست میاره. بهش میگن رگز تو ریچ. مثل داستان سیندرلا، یک داستانیه، یک دختری که کلفتی داره میکنه، توسط عده‌ای از آدم‌ها استثمار شده، دارن کار ازش میکشن و اصلا نمیخوان که این از این استثمار در بیاد. بر حسب اتفاق تو یک مهمانی که نباید شرکت میکنه و کفشی جا میفته و بعد پسر حالا پادشاه یا حالا هر کسی عاشقش میشه و میاد. و یه مدل دیگه بحث کمدیه که ما فکر میکنیم کمدی یا کامدی به قول انگلیسی‌ها اون چیزیه که توش بخندیم و خوش باشیم و مثلا حال کنیم و اینا، در حالی که اصلا هم چیزی نیست. کمدی یک سری عناصری داره. یکی از مهمترین عناصرش سردرگمیه، گیجیه، ابهامه. یکی دیگهش سوء تفاهمه، یکیش هرج و مرجه. شما بهترین نمونه‌های کمدی رو در داستان‌های چاپلین یا در داستان‌های باستر کیتون مثلا میتونید ببینید که یک هرج و مرج عجیبی وجود داره. چه سیتی لایتش، چه عصر جدیدش، چه بقیه کاراش، می‌بینید اصلا همه آدما آشفته هستن. مطمئن نیستم، فکر می‌کنم تو عصر جدید بود که حالا
مهدی جان میتونه کمکم بکنه، حافظه فیلمی خیلی خوبی داری شما، که پشت یه کامیونی داره حرکت میکنه و یه تیراهنی، یه پرچم قرمزی رو آویزون کرده به این تیراهنا برای اینکه ماشینای دیگه باش تصادف نکنن. درست میگم؟ تو عصر جدید اگه اشتباه نکنم. بعد چاپلین بینوایی بدبخت داره حرکت میکنه، یهو این پرچم میفته زمین و این پرچم رو شروع میکنه دنبال کامیون تکون دادن که پرچمت افتاد. بعد یهو نگاه میکنه میبینه پلیس‌های بسیار زیادی جلو وایسادن و میخوان به سمت اینا حمله بکنن و پشت سرش جمعیت انبوهی هستن که دارن شعارهای کمونیستی میدن. خب پرچم سرخ هم یه جورایی نماد کمونیسمه و چاپلین داره با یک هرج و مرج و یک اغراق و یک بی‌نظمی بزرگی اعتراض میکنه که آقا تهش این چپا خودشون هم نمیدونن دارن چه کار میکنن، یه پرچم قرمز یه جا زمین افتاده، هر کس اینو به اهتزاز درآورده یا سر صدایی کرده، بقیه اومدن پشتش و دارن ارزم به حضور شما خودنمایی میکنن و تجلی میکنن یا پروژکشن انجام میدن. یا مثلا داستان رویای نیمه شب تابستان شکسپیر اگر خونده باشید، یا یه سری فیلم ها و داستانهای دیگه. یه پلات دیگری که در 2 هفته پیش هم اشاره کردیم پلات تراژدی بود که گفتم به صورت مبسوط‌تر که تراژدی در واقع این مدلیه که قهرمان میاد و یک سری تصمیماتی میگیره که حالا ما میتونیم اسمشو بذاریم اشتباه تراژیک، میتونم اسمش هم بذاریم درست. یه نمونه خیلی خوبش که حالا معروف هم هست و مربوط هم هست به داستان خانم دانشور، تراژدی سیاوشه. سیاوشی که از اساس نمیتونه پادشاه بشه. چرا نمیتونه پادشاه بشه؟ به خاطر اینکه حاصل ازدواج یک پادشاه با یک دختر پادشاه نیست. مادر سیاوش پادشاه زاده نیست، اصیل نیست، بلکه یک کنیز بوده. و در دوران باستان حتی همین الانش هم میگن کسی که میخواد پادشاه بشه و فر ایزدی داشته باشه باید خون پادشاهی 2 طرفه داشته باشه. خب این یکی از اون دلایلیه که کمتر در شاهنامه بهش پرداخته شده و یکی از اون دلایلیه که پدر سیاوش میاد سیاوش رو دست رستم میسپاره که ببر اینو بزرگش کن. ولی وقتی که سیاوش برمیگرده و تبدیل به یک پهلوانی شده، خردمند، زیباست، نامآوره و تمام اون صفات مثبت رو داره، پدر همچین خوشحالم نمیشه از اینکه پسرش اینطوریه، مخصوصا زمانی که نگاه میکنه میبینه نه زنای دربارم دارن یواش یواش جذب این میشن و خب نمیدونه که همسر خودش هم یه جورایی همسر دوم خودش هم از این خوشش اومده. و بعد مثل اون در واقع داستان اسطوره‌ای یوسف و زلیخا میشه که زن میاد و پیشنهاد نبایدی رو در واقع مطرح میکنه و اینجا هم سیاوش میگه که نه من تن به چنین کاری نخواهم داد و اون میاد پیش دستی میکنه. به جای اینکه صبر بکنه و ببینه چه اتفاقی میخواد بیفته، میگه نکنه که این بره به پدرش بگه که من یک پیشنهاد بد بی‌شرمانه‌ای دادم و سریع میاد اتهام رو میزنه و به پدر میگه کجا نشستی که پسر تو از راه نرسیده به من پیشنهادات ناجور داده. و همینطوری که قطعا میدونید پدر هم میاد زحمت میکشه، مسئولیت رو از روی دوش خودش بر میداره و به سیاوش میگه که اگر تو راست میگی و ناپاک نیستی از توی آتش عبور کن. خب این وسط تصمیم تراژیک سیاوش چیه؟ چیزی که ما تو شاهنامه هم خیلی کم بهش میپردازیم یا اصلا راجع بهش صحبت نمی‌کنیم، وجه انفعال این ماجراست. چرا سیاوش نمیاد اعتراض بکنه بگه من نبودم، اصلا چرا من باید از توی آتیش رد بشم؟ اگه تو اعتقاد داری که زنت خیلی پاک دامنه، اول زنت از تو آتیش رد بشه، اصلا هر دوتامون از توی آتیش رد بشیم. چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا ما خوشحالیم از اینکه سیاوش رفت از توی آتیش رد شد و هیچ اتفاق بدی هم نیفتاد و ثابت شد که این یک آدم پاک و پاکنهاد و پاکدامنی بوده؟ این وجه انفعاله خوشبختانه در ماجرای سوشون نیست. یعنی شخصیت داستان، حالا البته برمیگردم دوباره به این پلاتا، شخصیت داستان یوسف اون انفعاله رو نداره، اتفاقا میره جلوی اون آدمایی که باید وای میسه، قله‌ای که باید فروخته بشه به انگلیسی ها رو نمیفروشه و میگه این به مردم خود ایران تعلق داره. این انفعالی که سیاوش در داستان اصلی داره رو اینجا یوسف نداره و این خب کار خوب و شایسته‌ای بوده که خانم دانشور انجام داده و نیومده یه کپی عین به این انجام بده. ولی این کهن الگوی تراژدی یا این کهن الگوی قهرمانی که قرار قربانی بشه برای اینکه یک حقیقت بزرگی مثلا خودش رو متجلی بکنه و نمایان بکنه، اینجا هم در داستان سوشون داره دیده میشه و قهرمان کشته میشه برای اینکه زری به خود بیاد و یهو بگه که چرا پس من نرم پرچم شوهرم رو دستم بگیرم و علیه سلطه انگلیسی ها قیام بکنم.
الگوهای داستانی یه چند تایی هستن، مثلا سفر بازگشت هست، رسالت هست، غلبه بر هیولا هست. حالا اینا رو به خاطر اینکه خستم نشید و بحثمون هم یه مقداری دو طرفه تر بشه من ازش میگذرم. اما کلا در ماجرای داستان سوشون و در ماجرای اصلی داستان سیاوش، همونطوری که من 2 هفته پیشم خدمتتون عرض کردم، نمیدونم چرا من نمیخوام حالا خانم دانشورم البته چه زنده می بودن چه همچنان که الان در قید حیات نیستن، هم من هم علیرضا به مرگ مؤلف به شدت اعتقاد داریم و نمیرفتیم از ایشون سوال بپرسیم که چرا سعی کردی که اگرم میخوای یک مظلومیتی رو بگی مثلا مظلومیت سیاوش رو بیای بگی. خب از داستانهای مظلومانه دیگری هم میتونستی چه در ادبیات ایرانی چه در ادبیات غربی استفاده بکنی، یا در ادبیات اسلامی فرقی نمیکنه استفاده بکنی. شاید یک بخشش برمیگرده به همون تحصیلات عالی که سیمین در آمریکا داشت و اینکه البته خیلی ها هم میگن، حالا اینا رو من دارم جسته گریخته میگم که بریم در واقع سراغ بحث علیرضا و بقیه شما دوباره برگردیم، که شاید یه جورایی یوسف و زری تجلی خود جلال آل احمد و سیمین دانشور هستن، به خاطر اینکه سیمین علی رغم اینکه حالا داستان‌هایی هم هست، کتاب‌هایی هم نوشته شده که خبر داشت که جلال با زنی یا زنان دیگری در ارتباط هست، اما علاقش رو به جلال از دست نداده بود، یا حداقل اینطور نشون میداد که علاقش رو از دست نداده. و حتی زمانی که یک قهرمانی هم میخواست پرورش بده در داستانش، مثل همین داستان سوشون، اومد یک قهرمانی رو درست کرد که در برابر انگلستان ایستاده. یکی از اون صفت‌هایی که ما میتونیم تا حدودی به جلال آل احمد ربط بدیم، البته در بهترین حالت و بهترین شرایطش، هرچند که من خیلی باور ندارم که چپ ها یا سوسیالیست ها هم اگر به قدرت برسن یا میرسیدن در ایران، مثلا ایران رو به دامان روسیه نمینداختن، یعنی اونم عملا فرقی نمیکرد. یه موقعی یه ضرب المثلی هست میگن که بیرون نرفتن بیبی از بیچادریه. یه جورایی مبارزه کردن یک قشری از ایرانی ها با انگلیسی ها به خاطر اون حبی که به کشور داشتن و اون احساس علاقه‌ای که به ایران داشتن حقیقتا نبوده، بلکه به خاطر این بوده که میخواستن ایران رو به دست استعمار دیگری بدن. یعنی آنگلوفیل نبودن اما روسوفیل بودن، میخواستن ایران رو دست روس ها بدن. به نظرم رسید این شبکه اساطیر، شبکه این داستان‌های کهن در همین ماجرای سیاوش، قصه یوسف رو میبینیم، قصه ابراهیم رو میبینیم، یعنی بعد وارد شده، بعد خود ماجرای سیاوش کلی ارجاعات پسا ایرانی داره. این شبکه ارجاعات و شبکه تداعی ها و شبکه این اساطیر داره انگار هی تکرار میشه. تو شاهنامه خیلی داریم و بعد خیلی هاشم به دوران اسلامی منتقل شده و خیلی از مفاهیم آیین‌های زرتشتی و میترائیسم تو اندیشه‌های اسلامی تکرار شده. یعنی از پل چینوت بگیرید شما تا که مثلا معادل شده پل صراط تو متون اسلامی، تا خیلی چیزای دیگه. خیلی دوست داریم دوستان شرکت کنن تو بحث ما. حالا ماجرای کودتا رو میشه یه مقدار بیشتر با تجربه سالگرد کودتا یا به قول اونوریا قیام ملی درباره صحبت کرد. کتاب همسایه های احمد محمود خب هم قبل از انقلاب مشکل داشته هم بعد از انقلاب. یه مقدمه‌ای داره نوشته سخن ویراستار. تو سخن ویراستار که این سخن ویراستار رو ساواک نوشته آقا وقایع این کتاب مال قبل از قیام ملی 28 مرداده ها، فکر نکنید مال بعد از قیام ملی 28 مرداده. یعنی اونجا خود ساواک لفظ قیام ملی رو به کار برده، حالا نمیشه گفت درسته یا غلطه، ولی میشه دربارش بحث کرد، درباره شخصیت مصدق بحث کرد و این که اگر اون کودتا اتفاق نمیافتاد آیا واقعا ما به دامن روس‌ها میافتادیم یا نه، که به احتمال خیلی قوی توده‌ای‌ها انقدر قوی بودن که این اتفاق برای ایران میافتاد. اینا رو میشه دربارش بحث کرد. هر کدوم از دوستان شروع کنن تو هر زمینه‌ای جالب بحث، یعنی انقدر دامن بحث درازه که میشه در حوزه‌های مختلف صحبت کرد.
در نشست‌های پژوهشی یا نشست‌های اینچنینی فرق نمی‌کنه. ما بیشتر دوست داریم که، یعنی حداقل خود من اینطوریم یا خیلی از دوستانم اینطورن، ما دوست داریم که افکارمون رو بازاندیشی کنیم. این که تفکرات ما دچار یک تغییری میشه خودش خیلی ارزشمنده. اون چیزی که تا دیروز اونطوری فکر نمی‌کردیم از امروز داریم اینطوری فکر می‌کنیم. بنابراین خیلی از حرفایی که میزنیم اصلا ممکنه هم، مثلا من خودمو دارم میگم، ممکنه هم هستش که هزاران ایراد بهش وارد باشه، ولی خب اینا میگه نظرگاه دیگه. یعنی این که ما بغیر از اون نظرگاه‌های مورد تایید همیشگی خودمون اگر با یک سری نظرگاه‌های دیگری هم آشنا بشیم، قطعاً توی زندگی قدرت تفکر نقاد ما رو به شدت افزایش خواهد داد و ممکنه که راجع به یک سری از چیزهایی که قطعی و یقینی فکر می‌کردیم و همیشه همین داشته ما رو به اشتباه مینداخته، از این به بعد قطعی و یقینی فکر نکنیم، یه ذره نسبی‌تر فکر کنیم، ببینیم خب نه این داره راست میگه، اون مخالفش هم مثلا یه مقداری شاید داره راست میگه، از اون زاویه هم بهش نگاه بکنیم. این توضیح رو باید خدمتتون میدادم که اگر یک مسئله یا چندین مسئله خلاف اون پیش ذهنیت‌ها یا اون ذهنیت‌های قبلی ما هستش، خیلی ما رو دچار آشفتگی نکنه. هیچ اشکالی هم نداره، قرارم نیستش که جمع‌بندی بشه و نتیجه گیری اتفاق بیفته. البته با اجازه شما این توضیح رو من باید میدادم. یه چیز دیگه من میگم، اینم شاید ذهنتون قلقلک بده، الان من به ذهنم رسید، این نیاز به داشتن قهرمان. از فره ایزدی تو شاهنامه بگیر تا حافظ مردی از خیش برون آید و کاری بکند بگیر، تا مصدق، من همه اینا رو در اون کانتکست نیاز به قهرمان دسته‌بندی میکنم. تا خیلی های دیگه، این که یک نفر از بیرون بیاد و ما رو نجات بده. بعد این تو انگار ناخودآگاه درونی جامعه ایرانی جا افتاده که آقا حتما یه نفر از بالا بیاد و کارمون رو درست کنه. این نیاز به قهرمان داشتن، اینا به نظرم میشه درباره‌اش صحبت کرد. یا آهنگ این دوست خوش صدامو خونده بود، میگفت یه شعرهای خوبه یغما بود، حالا یه شعری بود که بهتر بود، یه دختر تو تراس روبرویی شبا کنسرت فریادش براهه. بعد یه جاش بود که اون آقای خواننده دکلمه میکرد، رو دیوار اتاقش پر عکسه. ببین چه گوارا، خاتمی، نمیدونم کاسترو، همه اینا رو دیوار اتاقای ماهای زمانی حتی بوده. یعنی ما یه زمانی فکر میکردیم حالا آدمای این شکلی بودن دیگه. من شکر خدا پدرم فقط به کاغذ دیواری اعتقاد داشت از روز اول. خونه ما همیشه کاغذ دیواری بود و هیچی نمیشد روش چسبوند. از این جهت خوشحالم. نیاز به قهرمان بوده دیگه. یه خواهشی هم که دارم، نه به خاطر یک دلیل دیگری، به خاطر یک دلیل دیگری، کلمه خاورمیانه رو کمتر استفاده بکنیم. خاورمیانه یه مقداری رو اعصابه، به خاطر اینکه انگلیسی‌ها احساس میکنن وسط جهان قرار گرفتن و خیلی آدمای درستی هستن. بعد منم یه مقدار تفکرات دایجان ناپلئونی البته دارم و میگم کار انگلیساست، حتی بخش زیادی از فلاکت امروز ما کار انگلیساست. انگلیس‌ها به ما گفتن خاور میانه، شرق مثلا میانه به ژاپنیا و نمیدونم چینیا و اینا هم گفتن شرق دور، مثلا خاور دور، ولی اینا عددی نیستن که بخوان برای ما تعیین تکلیف بکنن و اسم روی ما بذارن. من ترجیح میدم که خودم رو آسیای غربی مثلا بگم من یه آسیای غربی هستم، لفظ خاورمیانه رو استفاده نکنم. این هم یه نکته بعدی راجع به مسئله که خانم فرمودن که یکی از بیرون میاد مثلا با خرد بالاتر، نه، کسی که از بیرون میاد همیشه منافع بیرون رو مقدم میدونه، نه منافع درون رو، چون از بیرون اومده. یه مثال سادهش رو بخوام خدمت شما بگم، در خیلی از کشورها یک پادشاهی میاد و ما بعداً متوجه میشیم که اون پادشاه عقاید نزدیک به یک کشور قدرتمندی داره، مثلا به انگلستان، به فرانسه، به اسپانیا، به هر جا، اون استعمارگرای قدیمی. یواش یواش منافع کشور خودش رو شیفت میده به اون سمت، یعنی یک شیفتی ایجاد میکنه که دیگه به نفع مردمش نیست. اون قراردادی که نوشته میشه باید قراردادی باشه که اول منافع ملت خودش رو درش لحاظ بکنه، ولی این کارو نمیکنه، اول منافع اون کشوری که بهش یک شیفت فکری داره رو داره ایجاد میکنه. و خب در نظرم داشته باشیم کشور ما کشور تناقضات دیگه. تو خاطرات مهندس بازرگان واقعا این طنز نیست، خیلی جدیه، خیلی جدی. میگه آقا مدیر انگلیسی شرکت نفت مثلا تو آبادان یا مسجد سلیمان نشسته بود، ما تصمیم گرفته بودیم نفت رو ملی کنیم. به خدای جدیه ها.
بعد میگه که نشسته بود، من صداش کردم گفتم مثلا مستر فلان بیا، یه بچه صداش گفت بیا کارت دارم. تا اومد بیرون من رفتم رو صندلیش نشستم، گفتم اینجا من رئیسم دیگه. نفت ملی شد. رفتم جدا مثلا بچه‌ها تو مدرسه چیز سازمان بین الملل نکرده بود. نه اینو دو مهندس بازرگان میگه آقا صداش کردیم بیا کارت داریم بیرون یه دقیقه. تا اومد بیرون رفتیم رو صندلیش نشستیم. این کار همین جوریه، یعنی مثلا مدرسه که هر کی زودتر مثلا سر میز میشینه با صدای موسیقی مثلا. آره یعنی واقعا ماجرا خیلی هم کمیک هم تراژیکه در عین حال و خب سرزمین تناقضاته، خیلی چیزا هستش دیگه. من واقعا اون کتاب دکتر موحد من سالها پیش خوندم، اگر مثلا تازگی خونده بودم بهتون فکت میدادم که تو فلان جلد کتاب از خواب آشفته نفت که دکتر محمد علی موحد نوشته خیلی نکات ناگفته‌ای برای اولین بار ایشون، چون مذاکره کننده ایران تو یعنی جزء اون تیمی بوده که رفته دیوان لاهه شکایت کرده علیه انگلیس، اصلا کارشناس نفتی بوده، بعد تاریخ نگار درست درمونیه و اینکه حالا تو حوزه ادبیات هم خیلی کار کرده. موحد خیلی بی‌طرفانه این ماجرا رو قضاوت کرده، از قرارداد دارسی شروع کرده اومده رو به جلو. ماجرا اینه که نگاه به تاریخ، حالا این که میگن تاریخ با تاریک هم ریشه است و اینا جفتشون یکی هستن، حالا من نمیدونم چقدر این صحت داشته باشه، ولی واقعا نگاه به تاریخ مثل به قول یکی از سیاستمدارا میگفت مثل گشتن دنبال یک گربه سیاه در یک اتاقی که لامپ نداره، با این تفسیر که اصلا گربه سیاه هم تو اتاق نیست. واقعا اینطوریه، اصلا نمیشه فهمید که اون موقع دقیقاً چه اتفاقی افتاده. تو بررسی‌های تحلیلی تاریخی اصلا اون تحلیلگر آدمی نیستش که طرفداری از هیچ چیز خاصی بخواد بکنه یا هیچ چیز خاصی رو بخواد رد کنه، این بلکه میاد اندیشه ها رو روی میز در واقع باز میکنه و میگه خب اینم هست اینم هست اینم هست که خود این اندیشه ها بشینن با هم دیگه صحبت بکنن و در نهایت یک سنتز کلی به وجود بیاد. دنبال یه منجی ها اینا باشن. چرا تو زرتشت سوشیان بوده، توی مسیح خب خود مسیح، توی اصلا یهودیا میگن مسیح هنوز نیومده، مسیح به عنوان منجی آخر زمان خواهد آمد. نه میگم ادیان غیر ابراهیمی زرتشت میگه ابراهیمی. ببین اینا ادیان شرقی هن. ببین الان اینجا در واقع ادیان غربی هن. آره. ما الان ادیان غربی رو داریم میگیم، ادیان خاورمیانه ادیان غربی هن. مثلا دینای ژاپنی و چینی و اینا ادیان شرقی حساب میشن. اینا بخش عمدهش بر اساس اینه که آقا نگاه به خدا چگونه است، یعنی تک خداییه، این خدای انسانواره، خدای تشخص داره، یا خدای مثلا پنتایی، نمیدونم پنتادئیزمه یا دائیزمه یا چیه. یعنی بر اساس اون نگاهشون به خدا، اگر خداشون خدای انسانوار باشه که خدایی که مثل انسان عصبانی میشه، ناراحت میشه، خوشحال میشه، این آره این خدای انسانوار اگر باشه که مثلا زرتشتی و حالا اونا باز ماجرای دوالیسم هم دارن زرتشتی ها، یعنی خیر و شر هم دارن، اگر اون نگاه باشه. ادیان غیر ابراهیمی چون همه خدایی هن، ادیان هند مثلا همه خدایی هن، این ماجرا شاید کمتر باشه. من فکر کنم به دلیل این نگاه متفاوتشون به ماجرای خداست. ببین یه مسئله وجود داره، من اجازه بدید بهش ورود بکنم، حالا نکات خوبیه. اولین مسئله اینه که هیچ دینی در جهان یک دین مطلق اصیل نیست، مثل ژن ها میمونه. یعنی شما نمیتونید در هیچ جای جهان مثلا برید تو ژاپن یه آدمی پیدا بکنید که ژنش 100% ژاپنی باشه، هیچ اختلاط ژنتیکی با بقیه انسان ها نداشته باشه. بنابراین هیچ دینی هم در جهان اصلا وجود نداره که با دینهای دیگه، افکار دیگه، منشهای دیگه، باورهای دیگه آره مستقلاً مثلا، نه اصلا چنین چیزی وجود نداره. بحث دین زرتشتی شد و باور به دوگانه انگاری یا دوالیسم. این دوالیسم از قبل از باور زرتشتی در ایران بود، در آیین زروانی. و خب ایرانی هایی که آیین زروانی داشتن اعتقاد داشتن که زروان یا همون کلمه زمان، یعنی کلمه زمان هم اتفاقا از همون زروان گرفته شده و این کلمه اصلا عربی نیستش، بعداً وارد عربی میشه و یک سری اتفاقات عربی براش میفته. زروان خدای زمان
خدایی هست که همه چیز در بسترش داره اتفاق میفته، چه اتفاقات خوب چه اتفاقات بد. و بعد 200 سال بعد از مرگ زرتشت دین زرتشتی تحریف میشه، وگرنه در خود زمان زرتشت حتی تا 200 سال بعدش هم در زمان مغانی که دین زرتشتی رو داشتن ترویج میدادن صحبتی از اهریمن اصلا نبوده، در کتابهاشون در نوشته هاشون صحبتی از اهریمن نبوده. هر چی بوده اهورامزدا بوده، اگه خیر بوده اهورامزدا بوده، شر بوده اهورامزدا بوده. یعنی این خواستی بوده که خواست خدا بوده. اصلا شما نباید میگفتی که مثلا سیل و زلزله و مرگ و بیماری و اینها به خداوند شر مربوط میشه، بعد تولد و زایش و شادکامی و نمیدونم شادخواری اینا به خداوند خیر. نه، این باوری بود که ایرانی‌های پیش از زرتشتی تحریف کردن دین زرتشتی رو. از گذشته‌مون نمیگیریم، یعنی ما تو طول تاریخ همیشه وقتی ناراضی بودیم یکی از بیرون اومده. زمان داریوش سوم با اون بحث پارتی بازی و کارهایی که میکنه با نارضایتی و خیانت سربازاش بوده که داریوش سوم شکست میکنه از اسکندر. بعد اسکندر ایران میپکونه. یه زمان یزگرد دقیقاً مثلا زمان یزگرد با خیانت بوده که مجبور میشه فرار کنه و کشته میشه و اعراب پیروز میشن. زمان نمیدونم حمله چنگیزخان اون سربازایی که به طمع پول اون فرستادهای چنگیز رو میکشن باعث ناراحتی چنگیز و حملش میشه. همینطور تو طول تاریخ همیشه یه خارجی اومده بدتر کرده، بازم ما میگیم یه خارجی بیاد بلکه درستش کنه. آره، این درس نگرفتنه بدتر از اون تفکر است. نقد داستان یه مقداری جنبندیش بکنیم. شخصیت‌های داستان سوهشون، حالا از نظر من، شاید من دارم اشتباه میکنم، اگر شما خلافشو خواستید بگید نظرتون محترمه، هرچند من نمیپذیرم. شخصیت‌ها یه مقداری به نظر من ایدئال گرایانه پیش رفتن و تک‌بعدی ان. مثلا یوسف خیلی آرکیتایپیه و خیلی نمادینه و عرضم به حضور شما هیچ تزلزلی انگار در ارادش وجود نداره و یک پاک مقدسیه که از روز اول به پاکی و مقدس بودن شما در داستان پی میبری و تا روز آخر هم که کشته میشه همین ماجرا وجود داره. من اینو حقیقتا دوست ندارم. من دوست دارم که در یک داستان روند تحول و تطور اون شخصیت رو ببینم و اگر هم یک تباینی وجود داره، اگر هم یک تناقضی وجود داره، این موتور محرک داستان باشه. یعنی شخصیت یه طوری باشه که اولش یه جوریه ولی مثل فیلم 1917 اگر دیده باشین، یک پسر بسیار ترسویی انتخاب میشه برای اینکه بره یک خبر خیلی مهمی رو در جنگ جهانی اول منتقل بکنه. شما اول فیلم این شخصیت نه بازیگر سرشناس هالیووده، نه فیزیک خاصی داره، نه چهره زیبایی داره. آخرین چیزی که میتونید به ذهنتون برسه اینه که کارگردان اینو انتخاب کرده باشه به عنوان نقش اول. فکر کنم جزء فیلمایی ببخشید. خواهش میکنم. جزء فیلمای دیش 50 فیلم برتر شده، درست میگم؟ اون یه تکه همین این پسره نه که یه تک فیلم برداری شده. آره سکانس پلان هم هستش. آره نه اینو مطمئن نیستم که جزء 250. آره ولی واقعا یه اتفاق میفته. یعنی شما میبینی یه آدمی که نشسته توی سنگر و اصلا هیچ تمایلی به جنگ نداره، یهو میگن که مثلا سرباز فلانی پاشو بیا اینجا این مأموریت شما باید انجام بدی و در طی مسیر چنان اتفاقات عجیبی براش میفته، شاهد کشته شدن دوستشه، خودش زیر آوار گیر میکنه و هزار داستان دیگه که نمیخوام فیلمو اسپویل بکنم. اما اون لحظه ای که خبر رو به سلامت و مقصد میرسونه، شما هم با اون آدم تغییر کردی و شما یه بیننده این فیلم هم دیگه اون آدم قبلی نیستی. ولی من اینو توی یوسف نمیبینم که مثلا اول داستان من با یوسف یکی باشم، بعد آخر داستان مثلا باز دوباره با یوسف یکی باشم و بگم ایول من نمیدونستم که همچین توانمندی هایی دارم، برم جلوی استکبار جهانی وایسم یه سیلی محکم تو گوششون بزنم، یه فوش ناموسم بهشون بدم. نه، یوسف تکلیفش مشخصه. بعد اینکه زری برخلاف اینکه باز دوباره میگن این رمان مثلا فمینیستیه و اینا، زری همچنان زیر سایه شوهرشه و تا زمانی که شوهرش کشته نمیشه این نمیاد اون پرچم مبارزه شوهرش رو برداره. یعنی همش دوست داره که مثلا کانزرواتیو باشه، خونه رو حفظ کنه، خانواده رو حفظ کنه، بچه‌ها رو حفظ کنه، نه حالا این کارو نکن، نه این فلانو نکن. بعد یهو که شوهر میمیره این مثلا یه ترن شخصیتی خیلی عجیب غریبی براش به وجود میاد که اینا به نظر من نقاط ضعف داستانه.
مسئله بعدی این که دیالوگا یه جاهایی شبیه به خطابه میشن، شبیه به مونولوگ میشن. یعنی شما باور نمیکنید که آدمهای عادی جامعه، قاطبه جامعه این دیالوگا رو دارن میگن. انگار که مثلا یه نویسنده‌ای که فن خطابه رو در یونان باستان مثلا 4 واحد پاس کرده بوده، نمره 20 هم گرفته بوده، این میاد و مثلا جای تک تک شخصیت‌هایی که حالا این روستاییه، اون کلفت، اون مثلا نمیدونم جای اینا میاد صحبت. کسی که به نظرم دیالوگاش واقعی بود عمه بود. مثلا گفت نخسته بود. مسئله بعدی ساختار کلیه که به نظر من فاقد پیرنگ‌های فرعی جذابه. یک داستان یه پیرنگ اصلی داره دوستان، یه سری خورده پیرنگ‌ها در دورش قرار گرفته، داستان‌های حاشیه‌ای در دورش قرار گرفته. مثلا نمیدونم سریال بریکینگ بد رو دیدید یا ندیدید؟ والتر وایت اون شخصیت اصلی داستان ظاهرا شخصیت اصلی داستانه، اما در هر اپیزود یکی از شخصیت فرعی ها میاد بالا و یه اتفاقاتی داره حول زندگی این میفته و این دوباره داستان رو کمک میکنه و اون شخصیت های اصلی داستان رو تحت تاثیر میذاره. خورده روایت ها، خورده اتفاق ها و اون پیرنگ های جانبی که باید قنا میداد به کار و داستان رو باورپذیرتر میکرد به نظر من توی سوشون. خب این الزامه؟ نه، بحث الزام نیست. اولا که یک ماجرای روانشناختیه. حالا یه نکته رو که امروز ما گفتیم، تلفنی با هم دیگه صحبت کردیم، یه گفتی راجع به کانتکستش، این یه جور هایپرتکسته، یه جور فرامتنه. وقتی که در متن یک داستان یک اتفاقی میفته، مثلا در داستان همین سیاوش این اتفاق میفته که من از همه ایرانیای عزیز عذرخواهی میکنم و به عنوان یک فرزند ناخلف ایران خودم اینجا من آبروی ایرانی‌ها رو میبرم. مثلا یکی میومد میگفت که میدونید پنبه کوهی نسوز آزبست و میدونید سیاوش به احتمال زیاد وقتی که از توی آتیش رد میشده یک ردایی از پنبه کوهی تنش کرده بوده و از آتیش رد شده بوده و به خاطر اون نسوخته. این داستان کامل تغییر میکنه دیگه. و فکر میکنید من اینو از خودم در آوردم؟ نه، از خودم در نیاوردم. پادشاهان ساسانی اینو یاد گرفته بودن به خاطر اینکه به مردم بگن که ما فر ایزدی داریم و آتیش ما رو نمیسوزونه. در کوههای شیراز اتفاقاً بقایاش پیدا شده. آزبست یک لیف طبیعیه، در واقع یک ماده معدنیه که مثل پنبه میمونه و شما میتونی از آزبست نخ درست بکنی و از نخ یک لباسی درست کنی و بری تو آتیش و نسوزی. و نزدیک 100-150 سال آتش نشانهای کشورهای صنعتی که میرفتن تو آتیش‌های بزرگ آتیشو خاموش میکردن و نمیسوختن از لباس آزبست استفاده میکردن تا سال 1950 که معلوم شد آزبست سرطانزاست و آزبست رفت کنار و ورمیکولیت جاشو گرفت که سرطانزا نیستش. خب ببین من الان اومدم یه خورده روایت مطرح کردم که خورده روایت مهمیه. از کجا معلوم که سیاوش آدم زرنگی نبوده که از تو آتیش رد شده و نسوخته؟ نه اینکه واقعا پاکدامن بوده باشه. از کجا معلوم که واقعا سیاوش مثلا بالاخره یه حرکت ناجوری هم با زن پادشاه هم شاید حداقل اجازه بده یه نگاه بد بهش کرده باشه. ها این کاری که میتونیم بکنیم. خورده روایت ها وقتی که وارد روایت اصلی میشن درسته که الزام ندارن وارد روایت، اما روایت اصلی رو به شدت به چالش میندازن و جذابش میکنن. من مطمئنم بخشی از شما حداقل بعد از اینکه از اینجا برید بیرون، یک راجع به آزبست تحقیق خواهید کرد و دو داستان سیاوش رو دوباره خواهید خوند که به غیر از سیاوش دیگه چه کسایی دیگه از تو آتیش رد شدن و نسوختن و مثل مهدی مثلا ذهنتون به کجاها میتونه چیز بکنه. آزبست همونی که تو لنت ترمز قبلا استفاده میشد، الان دیگه کلا یه فتوایی رو البته ما بازرسای خودروسازی دادیم استفاده از آزبست به ای نحو کنه علیه هم حرامه و شما نمیتونید استفاده بکنید چون حتی بخاراتش هم سرطانزاست. الان از ورمیکولیت استفاده میشه ولی اونم همین خواص آزبست رو داره. خب ما یه کارشناس روایت داریم اینجا آقای گلپر. سلام علیکم، خوش آمد. میگیم نظر شما را بپرسیم آقای گلپر در این حوزه، در حوزه آزبست؟ نه درباره خورده روایت ها. من هنوز تو کتم نرفته که الزام داره که البته شاید اشکال از کتمم چیز شده دیگه. من نظرم اینه که واقعا روایت یا کلا داستان، حالا شاید اصلاح بکنید اگر اشتباه، چون ما توی یک دنیای تک‌بعدی زندگی نمی‌کنیم. یعنی ما اگر یک عملی از یکی از شخصیت‌های داستان یا روایت ما سر بزنه معلول یک چیز نیست و مطمئناً در حول محور این اتفاق چیزهای دیگری هم هست که
اتفاق افتاده تا منجر بشه به یک کنش مثلا شخصیت اول یا دوم داستان ما. چون دنیای ما هم همینه دیگه. اگر ما داریم حالا مثلا میریم با ماشین تصادف میکنیم، یک تک عامل نیست، اون ماشین جلویی هست، اون ذهنیت ما از حالا فضا هست، نمیدونم اون کسی که ببخشید مثلا چاله رو کنده پر نکرده هست. یعنی شما توی یک همین دنیای واقعیمون هم با یه اتفاق وقتی مواجه میشی، تک عامل این اتفاق رو برای شما به وجود نیاورده. خورده روایت هم همین کمک رو میکنه که شما ابعاد مختلف شخصیتش اون انسان رو بشناسی، ابعاد مختلف اون قضیه رو بتونی توی داستان پیدا بکنی و اون همزاد پنداریه که شما میتونی داشته باشی خیلی جذابتر و جالبتر میشه. حالا تو مورد سووشون تو یا کتت سووشون به نظر شما خورده روایت کم داریم؟ من متاسفانه نخوندم کتاب رو، ولی خب اگر بگید کم داریم منم میپذیرم که کم داریم. من واقعا نخوندم کتاب رو. داریم ولی به درد نمیخوره خیلی. کمک یعنی نمیکنه به آره مثلا هر خورده روایتی میاد خب بعد یه چیزی به ما بده دیگه. الان مثلا داستان اسب خسرو، اسب خسرو سحر، این واقعا تنها چیزی که به ما کمک کرد این بود که دور و بر زری و کلی آدم با اراده گرفتن. اینم ژن باباشو برده. آره. واقعا این چه کمکی میکنه به فهم داستان؟ واقعا به نظر من هیچی. یا مثلا اون خانومه که همش فضولی میکرد و اینا، خواهر اون عمه، به نظر من اونم خیلی کمکی نمیکرد. خب چه لزومی داره که من بدونم اینا رفتن حمام و چه لزومی داره که بدونم این به کلفت اونا درسته نظر داشت. اصلا واقعا اینا خیلی کمکی نمیکرد به نظرم به داستان. این دیدگاه چیز میشه دیگه. شما یه وقتایی به یعنی چخوفی نگاه میکنی، میگی آقا این تفنگی که به دیواره حتما باید یه کارکردی داشته باشه تو داستان. یه وقتی میگی شما کارکرد ازش نمیخوای، فقط به تو میگه که این آدم شکارچیه یا تو این حوزه است یا داره فضا سازی میکنه. این اون کارکرد دیگه. ببین یه نگاه متفاوت میشه دیگه. یعنی خیلی وقتا اینا داره اون فضا رو آماده میکنه که شما وارد اون فضا بشی. باز هم وقتی که میگه شکارچی داره یه کمک دقیقاً داره یه تعریف اضافه به تو میده. نه اصلا یه وقتایی اصلا اکسسوار صحنه است. آره ببین اکسسوار صحنه است اصلا. این دیدگاه کلاسیک فکر می‌کنم دیدگاه شما کلاسیک تره. یعنی اینکه میگه حتما باید یه آدما بیان نقششون رو بازی کنن و برن و یه اثری تو کلیت داستان داشته باشن. آخه ببین ما بر مبنای هر کاری که ما میکنیم بر مبنای مغزمونه. اگر مغز ما یک جور خاصی سیمکشی شده باشه، پدیده های طبیعی بر مبنای سیمکشی مغز ما ادراک میشن. یکی از مهمترین ویژگی های مغز ما کارکردگراییه. ما انسان ها مغزمون یاد گرفته که یه چیزی یا کارکردی داره یا کارکردی نداره. وقتی کارکرد نداره حذفش میکنه. اصلا پراگماتیسم یکی از ویژگی های ذاتی مغز ماست. یکی دیگه از ویژگی های ذاتی مغز ما کازالیتیه، علت و معلول. اصلا یکی از مجراهای شناخت جهان توسط ما انسان ها از مجرای کازالیتی یا علت و معلول میره جلو دیگه. چرا خورشید طلوع کرد؟ به خاطر اینکه خدایان خواستن که خورشید طلوع کنه. چرا الان خورشید سیاه شد؟ به خاطر اینکه من یه گناهی کرده بودم که خدایان جلو خورشید رو گرفتن مثلا. چرا پرنده ها پرواز میکنن؟ به خاطر اینکه یه جنی وجود داره که به پرنده ها حال و خوشبخت. به خاطر اینکه کازالیتی یک شمشیر دیگه، بستگی داره که این شمشیره رو تو کجا ازش استفاده بکنی. اگر کازالیتی نمی بود قوانین نیوتن اصلا معنا پیدا نمی‌کردن، قوانین ترمودینامیک معنا پیدا نمی‌کردن، ریاضیات معنا پیدا نمی‌کرد. درسته این کنار تنبلی قرار بگیره خیلی میتونه. حالا این میدونی به خاطر همین پیرو فرمایش آقای گلپر عزیز که ازتون تشکر میکنم، به کت آقای سبزی کمک کردید که یک سری حقایق و وقایع تو کت ایشون شاید یه ذره بهتر فرو بره. بخوام ادامه صحبت شما رو ادامه بدم، واقعا همینطوره. ما برای شناخت ناگزیر از استفاده از ابزارهای شناختیم. یکی از مهمترین ابزارهای شناخت ما انسان‌ها پیرامونه.
اینتراکشنه، کنش و واکنشه. من نمیتونم خانم خندان رو بشناسم تا زمانی که ایشون اینتراکشن نداشته باشه با آدم‌هایی که اینجا هستن. من نمیتونم ساربوک رو بشناسم تا زمانی که اینتراکشن نداشته باشه با شهر. و خرده روایت‌ها در واقع اینتراکشن اون قهرمان‌های اصلی داستان با بقیه موجوداتی هستن که تو داستان قرار گرفتن. و وقتی که این خرده روایت ها وجود ندارن، این آدم ها عقیمن. اصلا من نمیدونم مثلا این قهرمانه چه نوع قهرمانیه. من الان واقعا دارم فکر میکنم مثلا رستم چه نوع قهرمانیه، نمیدونم مثلا سیاوش یا مثلا چه نوع سهراب، چون خیلی اصلا خرده روایت ها اونجا مشکل داره. همین که به قول شما یا به قول کاشونی‌ها دقی، این کلمه دقی در کاشونی رو من خیلی دوست دارم از کاشونی‌ها. دقی مثلا من مثلا بچه کجام، بچه ایرانی مثلا باشه، من برام حمله کنم ایرانو بگیریم، حکومت توران هم مال من، حکومت ایران هم مال بابام، حل شد، همه چی رفت به کارش. مثلا اونا میگن گذاشتم برات که بیا اینجا که حکومت ایرانو بگیر و حل شد بره به کارش. خب وقتی ما اینا رو نگاه نمی‌کنیم میگیم ای دل غافل، این سهراب بنده خدام تو 14 سالگی کشته شد، باباش هم نشناخت. در حالی که مگه باید میشناخت؟ مگه باید اجازه میدادن که این اتفاق بیفته؟ حالا من منتظرم که تو نوشدارو رو بدم به پسر تو که خوب بشه بیاد پدر منو در بیارید. کدوم آدم عاقلی این کارو میکنه؟ و توجه نکردن به اینا به نظر من یکی از نقص‌های بزرگ ایشون بوده. و یه نقدی هم البته کردن، نقدی مقدار نقد کمونیستیه که چرا مثلا یوسف بورژوا میخواد مردم فقیر به جان به لب آمده رو مثلا نجات بده، چرا مثلا این آدمه در طبقه کارگر وجود نداره. این نقد من خیلی حقیقتا نقد واردی نمیدونم، به خاطر اینکه خود بورژواهای فرانسه بودن که اندیشه های اتفاقا کمونیستی و مارکسیستی رو در جهان و این فلاکت و بدبختی، انگار بورژواها یه حس جالبی دارن، بعد از یه مدتی که خوشی زیر دلشون میزنه یهو به این نتیجه میرسن که برن ساندویچی فریکسیف ساندویچ بخورن و یه ذره با فقرا و نیازمندان چیز کنن، احساس